مرد که با نگاهش زن رو بدرقه میکرد تا از خونش بیرون بره، ناگهان متوجه میشه که فرم پاهای اون زن کاملا با انسانهای دیگه فرق میکنه. یه مرد تنهای میان سال که به خوبی و خوشی تو خونش زندگی میکرد، یه روز بعد از ظهر که مثل همیشه از سر کار به خونش میرفته، یه مرتبه یه کتاب تقریبا 20 برگ و جلوی در خونش پیدا میکنه. مرد سواد درست حسابی نداشته و فقط میتونسته کلمات ساده رو بخونه، اما وسوسه میشه که کتابو به خونه ببره. وقتی کتابو باز میکنه و نوشته هایی رو میبینه که به زبان فارسی نیستن و نمیتونه اونها رو بخونه، حدس میزنه که این قرآنه و گناه داره که روی زمین باشه، پس اونو به خونش میبره. وقتی توی خونه دوباره کتابو باز میکنه، یه صفحه میاد که روی اون بزرگ نوشته برگردون. مرد کتابو میبنده، فکر میکنه خیالاتی شده یا شاید چون داره پیر میشه چشماش ضعیف شدن. سپس چون انگشتش رو لای کتاب گذاشته و همون صفحه رو نگه داشته بوده، دوباره همون صفحه که کلمه برگردون روی اون درج شده بود و میبینه. هنوزم هست. رنگ نوشته قرمز شده و به علاوه یک تار موی دراز هم توی همون صفحه وجود داره. مرد که کم کم داره میترسه به تار مو دست نمیزنه و به صفحه بعدی که میره میبینه که نوشته شده تار موی منو از این کتاب دور کن. مرد میان سال کتاب روی تلویزیون میذاره و میگه این دیگه چه مسخره بازیه. بعد با خودش میگه شاید به خاطر خستگی کاره یا به خاطر سوزش چشمامه، بهتر برم بخوابم. مرد میخوابه. بلند که میشه میبینه که هوا تو حالت تاریک شدنه. میره دست و صورتشو بشوره و وضو بگیره تا نماز مغرب و عشا رو بخونه. وقتی از اتاق خواب به حال میاد، یک نگاه هم به در حال میندازه و یهو میبینه که در ورودی ساختمون بازه و یه زن با یه چادر سفید جلوی در وایساده و تکون نمیخوره. مرد جلوتر میره و میگه خانم شما اینجا چی کار میکنید؟ شما کی هستید؟ زن هیچ جوابی نمیده. مرد هر چیز دیگری که بهش میگه، هر اهن اهونی که میکنه و کاری که انجام میده، زن نمیره و نه عکس العملی نشون میده. با خودش میگه چیکار کنم خدایا؟ اگه به پلیس زنگ بزنم همه همسایه و اهل محل حرف در میارن و هزار جور حرف و حدیث پشت سرم میگن که این زن چرا تو خونه توه و این همه آدم توی خونه، اون رفته ولی ما این زن رو تا حالا ندیدیم. بعد با خودش میگه من که کاری به کارش ندارم، اونم یه زنه، چی کار میتونه بکنه؟ اصلا شاید جا و پناهی نداره، اومده امشب تو خونه من بگذرونه، خجالت کشیده داخل خونه باشه، برای همینم جلوی در حال وایساده. بعد در ساختمون رو میبنده و قفل میکنه و هرچی به زن میگه حداقل بیا روی مبل بشین، زن هیچ توجهی نمیکنه. مردم نمازشو میخونه و شام میخوره و نوبت به خواب میرسه. میره که بخوابه. چراغا رو که خاموش میکنه، نصف بدنشو زیر پتو بوده و نصف دیگهش از پتو بیرون. چشماش باز بوده و خوابش نمیبرده. همینطوری که چشماش باز بوده میبینی که یه سایه سیاه نزدیک و نزدیکتر میشه و متوجه میشه که همون زن جلوی دره. زن چادرشو یه گوشه پرت میکنه و موهای دراز زرد و ژولیدش با یه لباس پاره پوره و با چشمای قرمز و صورت سوختش میاد و به مرد نگاه میکنه. زن ناگهان روی سر مرد میپره و به شدت جلوی اون فشار میده. بهش میگه من که بهت گفتم کتابو برگردونی سر جاش، تو گوش نکردی. بهت گفتم تار موی منو از کتاب دور کن ولی اعتنایی نکردی. اصلا چرا کتابو برداشتی؟ دوست من اونجا خودشو آتیش زده و این کتاب باید اونجا باشه. فردا کتابو برمیگردونی سر جاش و تار موی منو از اون کتاب دور میکنی. مرد که در حال خفه شدن بوده به نشانه تایید سرشو پایین تکون میده و زنم گردنشو ول میکنه. زن در حال رفتن بوده که مرد از پشت سرش میگه اصلا این موضوع که برای تو انقدر مهمه، چرا خودت کتابو نمیبری و تار تو از رو کتاب دور نمیکنی؟ زن سری برمیگرده و در حالی که چشمای قرمزش در حال جوشیدن بوده میگه من توانایی نزدیک شدن به اون کتابو ندارم احمق. چادرشو بر میداره و میره.
مرد نگاهش به پاهای زن میفته، میبینه که پا نیست و سم خره. زن به در ساختمون که میرسه، مرد بهش میگه در قفله، صبر کن من بیام بازش کنم. که یه مرتبه میبینه زن از در رد میشه. مرد حیرت زده میمونه و با ترس و لرز شدیدی شب و صبح میکنه. فردا صبح اول وقت همون کاراییو که اون زن گفته بود و انجام میده و به زندگی آروم خودش دست پیدا میکنه. از این بابت خیلی خوشحاله.